بفرمایید ابتدا که شغلتون چی هست؟ چه کاری انجام میدید؟ و اینکه حالا چجور متأثر شدین از این بی‌برقیایی که این مدت اتفاق افتاده؟ والا شغل ما مستقیما با تولیدی‌ها در ارتباطه. مثلا پارچه هاشون رو ما برش میزنیم، مثلا برش اونا دست ماست. بعد الان برقم که میره، الان ما قرار مثلا به دو تا تولیدی پارچه ببریم. الان گفت کارگرام تعطیل شدن دارن میرن، برق رفته، ما نتونستیم بهشون برش بزنیم براش. ما شغلمون که تولید کفش زنونه دستی. همینجوریش ما قبل برق که برقمون نمیرفت حوزه کار و کاسبی اصلا زیاد نرمال نبود. الان که دیگه داره برق میره، یه روز کار نیست، کار هم هست برق نیست. بچه‌ها الان اینجوری میاد یارو، چون کار ما یه جوری اداره نیست اصلا، حتی 9 صبح 10 صبح تازه بچه‌ها میان. هنوز لخت نشده، مشغول نشدن، برق میره. یه رو 11 میره تا تعطیل شد. دوباره فرداش میاد 2 ساعت کار کنه، امروز ساعت 2 میره. کلا الان از اول بعد جنگ به این ور همینجوری که خودمون اقتصادمون کارمون رو هوا است. اینم که دیگه خودش شده از الله. کارمون که خیلی لطمه دیده. اولا که بازارش کساده، بازار اصلا افتضاحه، گرونی و فلان. بعد موقعی هم که کار هستش برق نیستش. موقعی هم که کار هستش مثلا میخوایم یه چند روزی هم کار بکنیم، برق نیستش، قطع و وصل میشه، دستگاه میخوابه دیگه بالاخره. نسبت به سال قبل اگه بخوایم ببینیم کسب و کار شما نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده؟ سال گذشته تا این موقع 50%، کم 50%. یه چیز تو مایه فکر کنم 70% به ما چیز زده، لطمه زده، راحت زده. پارسال برق نمیرفت، خوب بود، کار خیلی خوب بود. ولی امسال برق میره، اصلا الان رفتن دیگه تولیدی‌ها که براشون می‌خواستیم جنس ببریم رفتن. و نیروی کار شما تعدیل پیدا کرده تحت تاثیر این شرایط رکودی؟ 100%. مثلا کار نمود تعطیل، الان شدیم یه دونه خودمون یه دونه بچه‌ها. الان کلا نگاه کنی تو هفته شما اگه مثلا میانگین مثلا هفته 60 70 سری کار داریم، الان شده هفته 4 5 سری 10 سری روز 1 2 سری کار. خیلی کم کردیم، شاید 40% کم کردیم. 40% شاید کم کردیم. بله الان ما میتونستیم در واقع 4 نفر بودیم، 2 نفرشون نیست. بهشون گفتیم نیاین دیگه، برق میره، هی قرار باشه کارا کنسل بشه، هی فلان شه، دیگه ما نمیتونیم چیز کنیم. الان در واقع خودمون داریم کار میکنیم، کارگری نداریم. درخواستتون از اون نهادهای مرتبط چیه؟ اینکه این برق رو حالا اگه میخوان قطع کنن تو چه ساعتایی باشه که کمتر شما آسیب ببینید، و یا اینکه برای جبرانش حالا توقع دارین تو بحث مالیات، تو بحث عوارض اگه کمکی توقع دارین بهتون بشه؟ والا مالیات دیگه الان میبرن دیگه برای ما، اصلا ما کار کرده باشیم نکرده باشیم برام میبرن. بعد حداقل ما توقعی که داریم یه کاری کنن به ما فشار کمتر بیاد. الان ما 70% از کارمون از دست دادیم، یعنی به موقع آماده نمیشه، بنده خدا کنسل میکنه، کار نمیاد. من یه خواهش از رسانه‌ها دارم، رسانه ملی کلا افکار مردم از سیاست جنگ بکشن بیرون. یعنی ما هر شبکه میزنیم سیاست جنگ، 12 رو جنگ کردیم، یه سال بعد ما اینجا توهم جنگ رو بکشیم. تورم میاره دیگه، تورم میاره. اگه بشین نره که خب خیلی بهتره، ولی اگه میخواد بری یه ساعت یا مثلا صبح ساعت تا 7 ببرن تا 9 یه تایی باشه که آقا یا غروب باشه، به کار ما لطمه نزنه. اینی که وسط روز میزنه میگم تو میای کار کنن لباس نباشه ولی یا خداحافظ خاموش کنی بری.